صبح بخیر. خوش اومدی به گلخونه ما. دوستان نشون که هستم آقا عارف داداش امیرحسین هستم. امروز من باید اینو بدوزم. حالا دوختنی یا باید بدوزیم یا اینکه پلاستیک پیدا کنیم پر. همینجوری دوستان حل میکنیم. که اینجوری دوختی میشه. نظرتون در رابطه با دوخت چیه؟ به نظر خودم که عالیه. عالی. سیب زمینی سرخ کرده به همراه گوجه و خیار شور. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز. خوش اومدین به ولاگ جدید. امیدوارم هر جای هستین سالم و سلامت و تندرست باشید و اینکه حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز امروز سر گلخونه ایم و اینکه سر گلخونه چیکار میکنیم؟ اگه بتونید حدس بزنید. حالا بریم ببینیم که چیکار. عرضم به حضورتون که این گلخونه های بادنجونه. همینجوری که میبینید. خسته نباشید. دوستان سلامت باشید. یا سر رو خیلی حالا میدیا برگ بزنیم. برگ بزنیم. من باید علیه بودم. تو باید علیه بودی. بله دوستان عزیز همینجوری که میبینید در حال برگ زدن هستیم. مادر جان میبینید اینجا همچنان داره برگ میزنه. برگ و علف میزنه مامان. ببینید دوستان پایای این بادنجان رو همینجوری که دفعه های قبلی دیدین در حال کم کردن برگ‌های پایین هستیم چون که ساقی گندیدگی نگیره. به همین شکل زیاد مهم نیه. آره خوبه اینقدر باشه عالی. بله دوستان هست. ما هم کم کم شروع کنیم. قبل اینکه شروع کنیم بریم به جای دیگه ببینیم که اونجا بچه ها چی کار میکنن و کیا هستن. حدس بزنیم. یکیش که صداش داره میاد معلومه که یکیش که این بنده خدا هست. ای بنده خدا به اینجا به اینجا یک سلام کن به بیننده. فرار نکن. اونجا نیه اینجا کمه اون برزیده. سلام صبح بخیر. خوش اومدی به گلخونه ما. دوستان نشون که هستم آقا عارف داداش امیرحسین هستم. اینجا هم گلخونه خیار. اون آقا هم که میبینید اونجا ابراهیم پسر عموم که همین الان عمومو دیدین و اینم پسرش. و اینجا یه نمونه خیار براتون موجود کنیم. به به بفرمایید دوستان خیار تازه. هیچ اندازه یه خیار تازه حال آدمو جا نمیاره. به به عجب خیاره دوستان. هوام چه هوای عالی. ابرا رو مشاهده میکنید. هوای صاف خنک هوای آبی. اینم پدر جانه که اومد. کم کم بریم سر کار. سلام دوستان عزیز خوبید حالتون خوبه سلامتی انشاءالله که در جای هستی صحت سالم باشید. امروز که ما کارگر داریم بادنجان برگ مرگ شده میزنیم. دیروز هم کارگر داشتیم و برگ خیار زدیم. یک کم خیار چندیم. امروز هم که بادنجان چندیم و امروز هم برگ بادنجان میزنیم.
یا جای شما خالی دیگه دوستان دیگه همراه ما باش. انشالله با همراه ما باشید حتما. یا چون نریا مالون برو ما بود کدام کجا بری؟ ششخول؟ ما باید دستگاهش خور بیارم. دوستان عزیز امروز صبح که اومدم داخل گلخونه خیلی سرد بود و از سمت خونه که داشتم اومدم سمت یوسف رضا و چشم به گلخونه خورد. بعد مطمئن نبودم که پلاستیک گلخونه پاره شده باشه یا اینا، ولی گفتم بیام گلخونه رو ببینم، اگه سرد بود یعنی همونه. اومدم گلخونه رو دیدم که سرد بود و عرضم به حضورتون که بله اینجا رو میبینید بالای گلخونه اینجا پاره شده دیگه. امروز من باید اینو بدوزم. حالا دوختنی یا باید بدوزیم یا اینکه پلاستیک پیدا کنیم پرچ بزنیم. حالا بریم روی گلخونه و ببینیم که روی گلخونه چطوریه، چه کاری رو میتونیم انجام بدیم. دلر بیاریم، سولاخ کنیم آهن و پرچ بزنیم یا اینکه میشه بدوزیم. راستی امروز گلخونه خیلی سرد بود، ولی باز خوب بود که من شب اومده بودم گازا رو خود زیادتر کرده بودم. این خیلی خوب شده بود. و الان هم دیگه بریم دلر بیاریم دیگه، سینیم اینا رو برداریم بیاریم همه رو این درستش کنیم دیگه. درست نکنیم که نمیشه. بریم همراه ما باشین تا ادامه ویدیو که بریم وسایل بریم. دوستان عزیز اینجا هم پدر در حال غذا دادن به بوته‌های بادمجونه. این نوع چیه شیمیاییه؟ نیترات کلسیوم. همینجوری دوستان حل میکنه. فشار آب میبینید دوستان. این آبیه که پمپ داره از داخل استخر میکشه. چه حسی داشتی آقای؟ کدوم؟ چه حسی داشتی؟ دوستان عزیز به هر ترتیبی که بود تونستم بیام روی گلخونه و اینکه ببینید انقدر از گلخونه پاره شد. و اینم از نمای بغل گلخونه. همینجور که میبینید پلاستیک کشیدن و نشه زدن. اینجا سعی میکنن که براتون زوم کنن که معلوم بشه و بازم معلوم نمیشه. نشاش خیلی ریز زدن. از نمای بقیه گلخونه که عرضم به حضورتون که بارونی که دیشب اومد همه رو شست. به به چقدر تمیز شد. و اینم از اثر رد پایی که من اومدم بالا و کثیفش کردم. پام هم گل داره، سر میخورم، واقعا خطرناک. دوستان همراه ما باشین. بذار همینجوری برم پایین میتونم.
همین شکلی که دیدید از اینجا اومدم پایین و بریم سراغ ادامه کار که کار اینجاست. سعی میکنیم دوستان که اول نصف این پلاستیکی که آوردم اون بالا بدوزیم. وقتی اونجا دوختیم بقیه‌اش سعی کنیم که این پلاستیکو بیاریم بالا، همین خودشو، چون اینجوری محکمتر به نظر من میاد. یه کار دیگه هم میتونیم که از اینجا بدوزیم پلاستیکو بندازیم اونور روی هم. این کارم میشه. از اینجا بدوزیم بندازیم رو. حالا ببینیم که چیکار میکنیم دیگه. حدس بزنید که کدوم کار انجام میدم. دوستان عزیز، این از پارگی که ایجاد شده بود و اینم از دوخت ما که اینجوری دوخت میشه. نظرتون در رابطه با دوخت چیه؟ به نظر خودم که عالیه. به به. اینم دوستان نمایی از بالا که دوختم. چطوره دوستان؟ بهش نمره بدین از 1 تا 10. خب دوستان عزیز، ما کار بالا رو انجام دادیم و الان بریم از پایین ببینیم چطوری شده. از 2 زاویه قشنگ ببینیم که چطوری شدن و دوختی که ما کردیم جوابگو هست یا نیست. به نظر شما پایینش چطوره؟ بالاش که عالی بود. این هم دوستان از دوختی که انجام دادیم. وایک چه دوختی زدم ها. دمم گرم، عالی زدم اصلا. این هم بار دستی که از بالا افتاده پایین. این چیه؟ این هم فاکتوری که از جیب بابام افتاده فکر کنم. بله نایلونه چیه؟ هرچی که هست از جیب بابام افتاده. این بریم ببریم. به 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 دوستان، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. همراه ما باشین تا ادامه ویدیو. به 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 دوستان عزیز، اینا هم تقریبا تموم کردن کارا رو. عمه ها اومدن، مادر و پدر رو میبینید. خب دوستان عزیز، من اومدم خونه و اینکه ناهار میخوام بخورم. ساعت 4 شده و اینکه به 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 دوستان جاتون خالی. سیب زمینی سرخ کرده به همراه گوجه و خیارشور. دیگه جاتون خالی، بفرمایید دوستان. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومد به یه ولاگ جدید. دوستان امشب میخوام بادمجون درست کنم. همونجوری که میبینید بادمجون رو از قبل پوست کندم و دیگه کاملا آبشون رفته. حالا میخوام تو روغن سرخشون کنم. روغن کاملا داغ اومده و بادمجون رو به روغن اضافه میکنیم. تا سرخ بشه همراه ما باشید. خب یه طرف بادمجون سرخ شد، طرف دیگه هم قشنگ سرخ شده.
بادمجونه که سرخ شده. خب دوستان پیاز و سیر دیگه تفت خورد، دیگه به زردچوبه فلفل سیاه و گوجه دیگه اضافه میکنم، دیگه میکنم با پیاز و ادویه‌ها پخت بخوره. بعدش دیگه خود رو اضافه بکنم. علیکم سلام و دوستان ببینید بادمجون رو اضافه کردم و هم زدم، دیگه میذارم دم بخوره تا آماده بشه، یعنی بپزه دیگه. همراه ما باشید. به به. خب دوستان عزیز شام هم حاضر شد. شام امشب هم بادمجون. به به به، اصلا رنگ رو ببینید، رخ رو ببینید، به همراهش سالاد شیرازی، نون بربری. اون تافتونه که تا شده همجوری که میبینید به شکل مربعی شکل، با یه خورده کجباش زیاد نه. به 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 دوستان جاتون خالی ها. این بادمجون واقعا خوردن داره، بادمجون تازه نگم براتون. بفرمایید دوستان. عالی دوستان، عالی. جاتون خالی دیگه، بفرمایید.